یعنی 22 اپریل سال 571 میلادی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پا به عرصه هستی گذاشت. بعد از مادر دوم شخصی که حضرت را سینه داد سویبه بود، کنیز ابولهب. ببینه خداوند اگر کسی را بخواهد که نامش در تاریخ ثبت شود، یک کاری را یا یک چیزی را سببش میکند، نام او دیگه ابدی میماند. سویبه ها میلیون نفر بدن، یک کنیزک ببینه به شرافت تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزادی یافت و نامش در صفحه تاریخ ثبت گشت. سویبه امروز دیگه خرد و بزرگ میدونن، اگر سوال کنن که سویبه کیست، همه میگوین که سویبه کنیز ابولهب بود که به شرافت تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد گشت و بعد مادر اولین زنی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر داد، سینه داد. عادت قریش این بود که در نظر دارم اشراف قریش نه همه قدرت داشتن، اما اشراف قریش عادتشون این بود که تفلکای خردساله از برای تربیه و پرورش به دایه ها میدادند. عادتا دایه هایی که فرزندای قریش هم میگرفتند از قبیله بنی سعد بودند. این یک شاخه حوازین است و این مردم بنی سعد زنها می اومدن به خاطر یک معیشت حاصل کردن، پول یافتن، فرزندان قریشی ها را می بردن، مدتی 2 سال تربیه می کردن، بعدا باز گردانده به پدر و مادرشان می رساندن و در بدل یک مبلغ کلانی را صاحب می شدن. بار یک عیده از زنان بنی سعد به خاطر همون مولود قبول کردن، تفلکا را قبول کردن برای شیردهی به مکه مکرمه آمدن. ابن اسحاق روایت میکند از زبان حلیمه بنت ابی زعیب، یکی از همین زنای سعدیه، میگوید که همراه شوهرم، همراه حارث ابن عبدالعزا عازم مکه شدیم که یگان تفلک دسترس کنیم و به شرافت بزرگ کردن همون تفلک صاحب پول شویم، مال شویم. از بس که میگه سال قحطی بود، بسیار سال مشکل بود، بالا یک خر سوار بدم، خری سفیدی لاغر، قوت توانایی خیچ کشیدن نداشت، با من در بالا کاری در بالاش سوار، بیچاره خر قفا میماند. همراه ما صدا میکنم که یک لحظه صبر کنه من شما را دیرو کنم. یک بار 2 بار صبر کردن، اما دیدن که این خرکی لنگی ما همیشه قفا میماند، دیگر اعتنایی نکردند، رفتن. همراه شوهرم میگه شوهرم یک شتری سفیدی خراب دیگر داره، میگه همون شتر از مهارش گرفته از یک ماده اشتر، او پای پیاده میرود، من در بالای خر سوار، که در معنی هر دومان گویا پیاده ایم. اومدیم به مکه، وقتی رسیدیم فرزندای پدردار و فرزندای ثروتمند همه را زنها علاکه انتخاب کرده گرفتیان. اومدیم که یک تفلک مانده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ابتدا میگه قبولش نکردم، وقتی شنیدم که پدر ندارد، یتیم است. واقعا بیچاره یتیما در دنیا بسیار عذاب میکشند، مشقت دارند. کودکک به خاطر پدر مهربانی میکنن، اگر پدر نباشد چی بسا کسای سنگدل هستن که اعتنا نمیکنن. شما ببینید که حتی به حد ظالم شده بودیم که در میان مردم یک عرف است که به همه یتیما بازی نکنه که شما هم یتیم میشه، یا یتیم بیچاره را سرخر میگن. تا به حال قول این سخن ها مروج است، اگر چنده که ما زیاده از 1000 سال شد که الحمدلله مسلمان هستیم، اهل دین و دیانت هستیم، خداشناس هستیم. شیخ سعدی از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده است: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. حلیمه میگوید از بس که دیگر یگان کودک دیگر باقی نمانده بود، هر قدر جستجو کردیم نیافتیم. در ابتدا میگه نیت کردم که همون طفلک نگیرم، زیرا پدر ندارد، باباش پیر است، شاید تا 2 ساله باباش هم دیگه در قید حیات نماند.
ما از مبلغ محروم میشویم. اما نزد شوهرم اومده، وقتی همراهش مصلحت کردم میگه شوهرم نصیحت کرد که بگی همون تفلک. شاید که خدای تعالی به خاطر آنکه ما یک تفلک یتیم تربیت میکنیم یک برکات در زندگیمون عطا کند. اگه خداوند میخواست که این حلیمه معروف و مشهور دنیا گردد همراه شوهرش، ببینه اومده میگن از عبدالمطلب، گفتم قبولش دارم. عبدالمطلب هم خوشنودی خش اظهار کرد، فرزند داد در دستم. وقتی میگه تفلک خورده در آغوش گرفتم، قدرت خدای تعالی هر دو پیستانم پر از شیر شد. یک روز چیزی نخورده بودم، میگن هیچی نداشتیم. طعام ما همون شیری شتر بود، بیچاره شتر دیگر از خرابی و از مداری به حال شده بود که دیگر یک قطره شیر از او جوشیده نمیشه. کودک تفلک شیر زد، مست خوابش برد. پسرک خدمت میگه گرفتم، یک پسرک دارد با نام عبدالله ابن حاریس. پسر من میگه خورد سیر کرد. نشسته بوده، میگه که نخست شوهرم با یک تبسم فراخ داخل شد، گفت زنک جان گمان میکنم که همین طفل بسیار طفلی به پای قدم ای، شاید به خاطر یتیمیش باشه، خداوند برکت داده است. از شتر یک ستیل شیر جوشیدم. گفت سبحان الله، شتره که نو فرزند زایده است یک ستیل شیر نداره، یک ستیل شیر جوشیدم. همراه شوهر بگه خمسیری شیر زده، با بعض دیگر از دوگانه هم تقسیم کرده. میگه حلیمه بعدا روزی دیگر که عازم وطن خود شدیم، باید به قبیله خود بر میگشتیم. خری سفید لاغر من قدرت خدای تعالی میگه پیش اسبا میتازه، همه قدر تیز میتازه. این زنا میگه در تعجب ماندیان که یا حلیمه ای دختری ابو زعید، این مگر همون خری نیست که پره روز در بالاش با مکه اومده بدی؟ میگه گفتم بله. گفتن چی دردش رسیده است؟ سبحان الله، اسبی تازی گشت است. بیچاره این زنای ساده است کجا میدونن که در بالای او خر تفلک سوار است که رحمت عالمیان است. خر میفهمد، اما متاسفانه بعض شخصایی هستند که دعوای انسانیت میکنن، اما والله عقل فراست از خر پستر است. سبحان الله، خر میدونه که در بالا کی سواره، مثل یک اسب تازی مست تازان میروه. اما چی بسا مردم احمق به فراستی هستند که بعد گذشتن هزارها سال حالی هم به پیغمبری ما اراد میگیرن، حالی هم کوشش میکنن که به این دینی مبین زیان و ضرر برسونن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. مرده 100 ساله بیران شد زگور، دیوی ملعون شد به خوبی رشک حور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشک اشکوفه کردن نقص شد. ببینه بهار شده است، هفته دیگه میایم که همه درختها گل کردین الکی، بلبلا در چه میزنن، زیرا خداوند طبیعت از زنده کرد. همچنین به تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند بنی بشر از زنده کرد، تاریخ بشریت از زنده کرد. قصه کوتاه در مال حالی نه فقط حلیمه بلکه تمام مردم بنی سعد، همو اهل محله و اهل دیار خداوند چنان برکت عطا کرد. همه دیگر میگفتن قسم به خدا یا حلیمه یک فرزندی نیک پیرت انتخاب کردی، خوشو به حالت. زنهای دیگر به حلیمه غیبته میخوردن، حسد میبردن که ای کاش که ما ایره قبول میکردیم. از بین 2 سال گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم از تمام کودکای دیگر نیرومندتر قویتر کلان شده بود. پسرک 2 ساله علاقه تخته در کوچه ها میگشت و حلیمه هم قدر محبت بسته بود. با این شخصی هست که با او محبت نکنی، دلی که به آلایش باشد، شخصی که مکار نباشد، حیله‌گر نباشد، مگر میتواند چنین یک طفلکی را دوست دارد. بعد 2 سال نزد مادرش آورد، مادرش التماس کرد، گفت من از باد هوای مکه به همین طفلک به همین فرزندم خوف دارم. در مکه کسل ها می آید، بیماری های وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده. بگذار التماس، گفت بگذار من امیره کلام کردم بگیرم.
عبدالمطلب یک مبلغ بسیار کلانی را براش داد، زیرا عبدالمطلب عبدالله را دوست می داشت و وقتی عبدالله در قید حیات نبوده این کودکک تولد شد، برای عبدالمطلب از جانش عزیزتر بود. حلیمه گفت برای تربیه باقی مانده پول نمیگیرم، فقط اجازت من فرزند در نزد خودم بگذارم و کلام کنم. مادرش هم از بس که یک بیماری سخت در مکه حکم فرما بود و بای بود، فرزند داد در دست حلیمه برای من بعد کلام کردن. حلیمه آورد فرزنده تا 4 سالگی در نزدش بود. بار همراه کودکا همراه برادران رضاعیش بازی میکرد، ناخواست 2 نفر شخص پیدا شدند، با پشت خواباندندش، سینه مبارک چاک کردند. برادرش عبدالله ابن حارث وقتی دید تلخش گفید. تازان بیچاره به خونه شون اومد نزد مادرش که مادر جان برادر قرشی ما 2 مرد اومدن کشتن، حقیقتا سینه‌ش چاک کرده بودن و از قفس سینه قلبش خارج کردن. حضرت جبرئیل یک خونی لربسته بود علقه از داخل قلبش خارج کرد، گفت این نصیبه شیطان بود که در قلب تو بود، گرفت دور انداختش. بعدا قلبش شستن و در موضع خودش باز از نو وصل کردند و گذاشتند. این همون انشراح قلب است که در سوره الم نشرح خداوند با پیغمبر خودش منت میگذارد. الم نشرح لک صدرک، ای حبیبی من، آیا من سینه تو را باز نکردم، قلب تو را پاکیزه و تازه نکردم؟ تو پس چرا غمگین میشوی؟ تو چرا مایوس میشوی؟ فإن مع العسر یسرا، پس به درسته که همراه هر یک مشکلی آسانی است. هر مشکلی که به سرت آمد غمگین مشو، زیرا بعد او مشکلی آسانی است. این مع العسر یسرا، به درسته که همراه همون مشکلی باز یک آسانی دیگر است. در مقابل یک مشکلی خداوند 2 آسانی را ذکر کرد. وقتی که حلیمه ای کار دید اومد که فرزند رنگ روش کندگی، واقعا در نزد سینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ایزی جراحی نمودار بود. حضرت انس ابن مالک میگوید که ما همون را در بدن حضرت میدیدیم، مشاهده میکردیم. آوردندش نزد مادرش حلیمه که راستی من گفت ترسیدم خدای نکرده در دستی من یگان کار شود، من تا قیامت دیگه خدمت نمیبخشم، ترسیدم. گفت آمد به آغوش مادر مهربان. خداوند خواسته بود که این فرزند چند مدت همراه مادرش باشد، زیرا مادرش هم اونقدر عمری طولانی نداشت. در این زمین باید که مادر هم از بین می رفت. باره در سین 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به مادرش مراجعت کرد که مادر جان پدری من کجاست؟ من میگم که محمد ابن عبدالله هستم، من عبدالله در کجا است؟ مادرش گفت فرزند عزیز پدرت از دنیا گذشته است، در خاک مدینه منوره گور شده است. اگر خواهی گفت میریم قبر پدرت هم ببینیم. گفت بسیار میخواهم. ببینه این طفل به حد عزیز بود که عبدالمطلب با وجود همون 30 سال کلانش همه کارش ترک کرد، رختی سفر بست و رسول الله صلی الله علیه و سلم را همراه مادرش و یک کنیزی که از پدر برای او مانده بود ام ایمن برکه سوار شتر کرده عازم مدینه منوره شدند. 500 کیلومتر راه طی کرده و به مدینه آمدند. آمد مادری مشفق شم قبر شوهری را که هنوز از بوش سیر نشده بود، از دیدارش سیر نشده بود، همگی 1 ماه زندگی کرده بودند، زیارت کرد و فرزندش نشان داد. و هنگامی که باز میگشتند قفا می آمدند در منطقه ابوا که بین مکه و مدینه است، مادرش هم از دنیا گذشت. طفل 6 ساله یتیم ماند، از پدر و مادر جدا شد. عبدالمطلب طفل در آغوش خود کشید، آوردش، از فرزندای خود بالاش میگذاشت. از این خاطر بود که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرد الم یجد که یتیما فآوا، ای حبیبی من مگر ترا الله بزرگ یتیم نیافت، از پدر مادر محروم نیافت؟ من ترا مگر معوض نداد خداوند؟ مگر برای تو سرپرست صاحب درکی از پدر مادرت کمی نداشتن وضع نکرد؟ حتی در کتب تاریخ آمده است عبدالمطلب
سرور قریش بود. برای او در نزدیکی خانه مکه، خانه کعبه، یک گله می پرتفتن، یک فرش بولوش تنها می نشست، در اطرافش پسرای برومندش حلقه زده می ایستادند. کسی اجازت نداشت که در وقت نشستن عبدالمطلب در پهلوش نشیند. اما حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد عبدالمطلب صداش میکرد، در پهلوش میشیناندش. بار امکاش یک کمی سیاستش کردن که این کارا نکن، اگر بابا دعوت هم که کرد نیا، ای بس تو نبیرش میشوی. و وقتی او بابات میشینه، ببین که ما مردکای کلان زن و فرزندار در حضور پدر ما نمیشینیم، تو چرا در پهلوش میشینی؟ حضرت یک دو بار از خجالت نزدیک نشد، اما عبدالمطلب صدا میکرد که کو پسری مرا بیاره، پسر ما پیدا کنه. تا پیداش نمیکردند در پهلوش نمیشیش، آرام نمیگرفت. و فرزنداش میگفت که این فرزند این در وجاهتش دیده میشود که این از شما فرق میکند، این دیگر کس است، این از تمام قریش فرق میکنه. انشالله من از الله بزرگ امید دارم که این فرزند ما را یک شخصی برومند بزرگ میکند. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله و 2 ماهه و 10 روزه بود، عبدالمطلب هم در سکرات مرگ افتید. قبل از وفات پسرش ابو طالب که با پدر محمد صلی الله علیه و سلم برادر شقیقه هستند، از یک پدر یک مادر هستند، صدا کرد و گفت همین فرزند من به تو وصیت کردم یا ابو طالب، اگر خدای نکرده یگان واقعه شود من از تو دامنگیر میشم. به ابو طالب توصیه کرد. حضرت خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد رفت. عبدالمطلب از دنیا گذشت. ابو طالب از پدرش دیده محمد خردسال خوبتر نگهبین میکرد. ببینه عادتا همین ینگه ها کم کم بخیلی میکنن، سختشون میرسه، مخصوصا کودک یتیم باشه در خلوت میپوچنش، گوش تا میتن. اما خداوند که حبیبش دوست میداشت و معواش داده بود، زن ابو طالب فاطمه بنت اسد که خودی این زنم اصلا هاشمی است، از زنای هاشمی است، مادر علی. محمد خردسال از علی و عقیل و جعفر بالا میدونست و حد دوستش میداشت. خداوند فاطمه را به اسلام مشرف گردان و این فاطمه مادر علی به مدینه منوره هجرت کرده است، در مدینه گذشت، در قبرستان بقیع به خاک سپاریده شده است. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گریست در بالای تابوتش، گفت خدا رحمتت کنه که تو قسم به خدا جای مادر ما پر کردی. وقتی که تو مرا تربیه کردی من همین بی مادری را احساس نکردم، تو واقعا برای من یک مادری خیرخواهی هستی. بعد دعا کرد که پروردگار رو رحمت مغفرتش کن، همچنانه که این مادر ما را تربیه کرده است. ابو طالب گفتیم که حضرت بسیار دوست می داشت. حتی در تاریخ اومده است که بار میخواست به سفر برایت به جانب شام، ما برای شما چندین مراتبه گفتیم که زندگی مردم قریش، زندگی مردم مکه از حساب همون سفرها بود، سفرهای تجاری میکردن، به قول امروزه بارده میرفتن. ابو طالب بار عزم سفر شام کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم 12 ساله بود، خرد بود. وقتی ابو طالب میخواست از مکه خارج شود، حضرت نزدش آمد، گفت امک جان مرا به کی پرتافته میرای؟ دیگر دل ابو طالب دب کفانش دب پاره شد. فرزند گرفت در شتر در پهلو شناند، قسم به خدا گفت تا وقت زنده هستم من تو ترک نمیکنم، تا وقت زنده هستم من تو ترک نمیکنم، نمیگذارم یک خاری در پات بخلم. و همراهش گرفته و به شام رفتن. در نزدیکی شهر بصره هنگام ورود به شام یک شهر بود است با نام حوران. حوران امروز هم خیوران میگن اگر گوش کنه. و یهودی ها این شهر را ضبط کرده و از مسلمان ها گرفتیم بدبخت ها. منطقه خیوران میگن در تلویزیون. یک راهب زندگی میکرد با نام بحیرا، اصلا نامش جرجس بود است اما تخلصی بحیرا داشته است، به همین بحیرا معروف بود.
وقتی که خریستیانا پاپ شدن، کاردینال شدند، از او بالاتر پاپ شدند، بغیر نامشو باید تخلص دیگر هم میگیرن. این شخص بسیار آدم معروف و مشهور بود و مردم عرب هیچ حساب نمیکرد، زیرا مشرک بودن، اهل کتاب نبودن. این بار از بالای همون صومعش پایین فرومد، از همون منستیرش پایین فرومد، آمد در میان مردم عرب، همون قریشی ها کاروان که نو فرومده بود، جستجو کرد، حضرت پیدا کرد، دستش گرفت، دستش بوسید، پسری 12 ساله را، گفت هذا سید العالمین و هذا رسول الله رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. به مردم جاهل گفت این سید عالمیان است، این را خداوند پیغمبر عالمیان و پیغمبری مبعوث میکنه و رحمت میشه برای تمام عالم، تمام بنی بشر نجات میده. ابو طالب همراه شیخای قریش تعجب کردند، گفتن ما علمک بما علمت، تو از کجا میدونی؟ گفتن گفت وقتی که از عقبه میفرماده، از عقبه وقتی پایین میشده، تمام سنگ ها و درختان به این سجده میکردند، صلوات میفرستادند. با اوقات خداوند گوشای شما را کر کرده است، مشرکا نمیفهمه. درخت و سنگ فقط به پیغمبر صلوات میفرستند، فقط در پیش پیغمبر تعظیم میکنند. و این را گفت به همون نشانه مهر نبوت که در پشتش است میشناسم، و دست کرده پشت حضرت نشان داد، به مقدار یک سیبکی خورد در زیر شانه راستش مهر نبوت بود، نشان شد که این مهر نبوت است. این را نه فقط من، این را تمام اهل کتاب میشناسد. و من گفت به جان این طفلک خوف دارم از یهودی های شام. کی از گفت سرداری ای؟ ابو طالب گفت ولی من هستم، عمکش هستم. گفت ترا به خدا قسم این کودک بسرا ندارم، خوف دارم که به جانش یگان آسیب میرسونن، با در خجالت میمونی. و این عمک بزرگو را ببینه که همه کار ترک کرده، حضرت صلی الله علیه و سلم از نو به مکه مکرمه ارسال کرد، نگذاشتش که داخل بسرا شود. قصه کوتاه، محمد خردسال یک جوان صالح با ادب، با غیرت، با محبت بزرگ شد. تمام قریشی ها دوستش می داشتن، از بس که خدای تعالی از خوردی قلبش پاک و به آلایش کرده بود. ولی همه حسده که در دلهای ما هست، کینه که داریم، عداوت داریم، بغض داریم، همش از حساب اون است که در قلب ما حصه شیطان وجود دارد. اما خداوند متعال قلب حبیب شد، از همون خردسالیش، از 4 سالگیش علاقه پاکیزه کرده بود. نه کسی را دشنام حقارت کرده است، نه کسی را سخن تند گفته است، نه با کسی منازعه و جنجال کرده است. این خیلی کودک کی دوست نمیداره، برای همه محیب. از خوردیش امینش میگفتن، محمد الامین. امین کسی را میگن که خیانت نکند، امین کسی را میگوین که امانت پاس دارد، امین کسی را میگوین که راست قول باشد، راستگو باشد، راست گفتار و راست رفتار باشد. و این تخلص از خوردیش به محمد امین علاقه از جانب مردم قریش داده شده بود. دو سخنه در موضوع نامش، نام محمد صلی الله علیه و سلم. بسیاری محققان میگن که نام محمد در میان عرب نبود، اصلا نبود. و وقتی که باباش عبدالمطلب حضرت داخل کعبه کرده، در کعبه نام او را محمد گذاشت، همه میگه در تعجب موندن. اما درستش این است که نام نادر بود، اما بود. در کتب تاریخی آمده است، مثلا ابن فورق روایت میکند 3 نفر میگه شخصا بودن که با نام محمد ذکر میشوند. بعضی ها همین عدد تا 16 نفر رساندگیان، یعنی از 3 تا 16 نفر شخص در نیم جزیره عربستان با نام محمد زندگی کردند. سبب محمد نام گرفتن شو چی است؟ عادتا این نام شخصای میگذاشتن که با نصرانی ها نزدیک بودن، یعنی در شفت نصرانی ها میزیستن، مردم یمن یا مردم مثلا شام. چرا این نام میگذاشتن؟ زیرا از نصرانی ها شنیده بودن که پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم انقریب باید تولد شود.
در همین سرزمین، در این مرز، با آرزوی آن که یکی همین فرزند ما همون محمد موعوده نباشد، نامای فرزنداشون هم محمد گذاشتن. و این عبدالمطلبی که از نصرانی ها و از اهل کتاب فرسخ ها دور بود، خداوند الهامش داد و فرزند در نامش گذاشت محمد صلی الله علیه و سلم. مادرش نامش احمد گذاشته است. در قرآن عظیم شان در 4 موضع نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک موضع در سوره صف نام احمد صلی الله علیه و سلم. هر دو نام هم نام حضرت هستند. قصه کوتاه، پسر برنادیل کلان شد، اگر چنده که ابو طالب دوستش می داشت، نگهبینش میکرد، اما از بس که میدید که ابو طالب عیالمند است، از امو خوردیش گوسفندای مردم قریش می چرانی در بدل چند قیرات مزدی که براش میدادن گوسفندبانی میکرد. بعدا وقتی که اندک بزرگتر شد، همراه یکی از تاجر بچه ها با نام صایب ابن ابی صایب به تجارت مشغول شد. در تاریخ آمده است که وقتی صایب ابن ابی صایب به نزدش آمد در روز فتح مکه و با او سلام عرض کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خوش آمدی، رفیق بسیار خوبه بدی در تجارت همراهی من. و وقتی که سین مبارک به 25 رسید، خدیجه بنت خویلد، زیباترین زن قریش، ثروتمندترین زن قریش، زنی که به حد آبرو و عزت داشت که در دار و ندوه، در دار ندوه هم حتی میرفت مصلحت مشورت میداد و هر سال برای تجارت کاروان میفرستاد. این بار وقتی که به طلب یک نفر شخصی که امین باشد کاروان را برده به منزل مراد رساند و بعد بازگشت کند و در مال خیانت نکند افتاد، با او توصیه کردند که همین محمد جیان ابو طالب به کار گیر، بسیار شخصی امین است، با صلاحیت است، از تجارت هم با خبر است، جوانی با ادب است. از بس که خدیجه نمیشناخت محمد صلی الله علیه و سلم را، از این خاطر غلام خود میسره را همراهش کرد. گفت مواظب باش، ببین که من آدم نمیشناسم، مبادا خیانت نکند. میسره در مدت سفر تا به شام خود عاشق شیفته محمد صلی الله علیه و سلم شد. رفتار و کردار او را دید، سخنهای شیرین او را دید، معامله و مناسبت او را دید. وقتی دید که برای مال خدیجه که موکل است، این را وکیل انتخاب کرده است، چقدر سعی تلاش میکند و بعضی چیزهای دیگر هم پیخست کرد. آدمی به عقل و به فراست زود همین چیزها را درک میکند، اما آدمی به عقل و به فراست مثل خر زعم کرده و به میشینه. میسره هنگامی سفر دید که بعضا وقتی که آبش تمام میشود، قدرت خدای تعالی در صحرای بی آب و در گرمی تابستان ابر پیدا میشود و میبارونه. پیخست کرد که بعضا در جاهایی که یگان سایگی نیست برای استراحت فرود میآیند، ابر میآید بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرد. همین چیزا را احساس کرد. وقتی بازگشت کردن نزد مادر ما اومد، به حد توصیف کرد محمد صلی الله علیه و سلم که خدیجه مادر ما عاشق زار شد، زنی که تمام قریشی ها خواستگارش بودن، همه صدها آدم به خواستگاری آمده بود، اما گفته بود من دیگه شوهر نمیگیرم. عاشق شد به حدی که ببینید زن اصلا یک عفت دارد، شرم و حیا دارد. یک دوگانه داشت با نام نفیسه بنت منیه. دعوتش کرد، گفت من چیکار کنم که دیگه دلم آرام ندارد، بی صبر و بیقرار شدم. نفیسه در خلوت حضرت صدا کرد، گفت که زن نمیگیری یا محمد؟ آخه سین سالت به جای رسید است، 25 ساله شدی تعالی کرد. گفت زن میگیرم، نه که مشکل تر است مهر زنم مهیا کردن و یک زن صالحه پیدا کردن. گفت خدیجه را دیدی؟ گفت دیدمش. گفت چه خیلی است؟ گفت بسیار زنی صاحب جمال، با کرامت، با شرافت. گفت میل نداری خدیجه را بگیری؟ گفت مگر خدیجه مرا میگیره؟ تا گفت خواستگار بفرست، خدیجه راضی میشه میگیرد. آمد نزد عمکش ابو طالب. ببینه یک هفته پیش در حصار بودیم، یک برادر حاجی سوال کرد که آخه حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر خوشرو بود است، حسن جمالش از حسن جمال یوسف زیباتر بود،
پس چرا از خودش کلان زن گرفت؟ من در جواب گفتم که دادر جان اگر تو خدیجه مادر منو دیدی هرگز این کلمه را به زبان تلفظ نمیکردی. چی بسا زنایی هستند که از 100 دختری باکیره زیباتر هستند، مگر همین را ندیده؟ تصور کنه که بعضی زنایی هستند خاصتا همین برای زن زیبا را ایام تراوت و شکوفاییش از همین 30 تا 40 سالگی است، پره خشرو میشود. عادتا دخترها خرابتر میشوند، قاقی قاقله. نه که وقتی که زن اگر زیبا و صاحب جمال باشد تا چند وقت خچ پر کرد به نهایت صاحب جمال میشود. به حد مادر و خشرو بود که در قرش زن به زیبایی اونا بدست. همه مردها شیفتش بدن. با نزد ابو طالب امکش وقت این سخن گفت، ابو طالب گفت بچم خدا دادت خشا به حاله. آمد خواستگاری کرد و مادر مو خدیجه به نکاح حضرت صلی الله علیه و سلم در اومد و جان و مال خودش فدای حضرت کرد. جان و مالش در خدمتش قایم بود. به حد حضرت دوستش می داشت، به حد دوستش می داشت. بعد وفات بیبی خدیجه تصور کنه که تا زمان بیبی خدیجه مادر و زنده بود حضرت آرزوی زن نکرده است. در قریشه که در اونجا زن گرفتن و زن طلاق کردن بازیشه بود کرده بود، آرزوی زن نکرد. بعد وفات مادر مو در نزد زنهاش بعضا وقت سخن از بیبی خدیجه مادر مو می افتید به حد تعریف توصیفش میکرد حضرت بعضا از چشماش اشک جاری میشد است. بیبی عایشه مادرمون میگه که ما غیرت علی احد من نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم ما غیرت علی خدیجه. به هیچ زنی حضرت صلی الله علیه و سلم اینقدر رشکی که به بیبی خدیجه داشتم نداشتم. میگه رشک می اومد. بیبی خدیجه که پیش بیبی عایشه مادر ما از دنیا رفته است، بیبی خدیجه که بیبی عایشه ندیده است را، اما میگه به حد تعریف و توصیفش میکرد حضرت که رشکی من می اومد. خشو به حال کسی که خدای تعالی ایت زن صالحش بده. واقعا همه شیر مردار از زنها شیر مرد میکنن، شیر زنها شیر مرد چون میکنن. پس هر کدمت که باشه دائم دعا کنه که خداوند صاحب زن صالحم کن. یک برادر این سحر در تلفن ما پول گذرونده است، التماس کرده است که یک دعا کنه دست جمعانه در روز جمعه که یک زن صالحه خداوند نصیبم بگردونه. پروردگار به این برادر، به تمام برادرایی که در آرزوی زن صالحه هستند، خواه جوان باشن خواه پیر، خداوند جفتای صالح سالم نصیب روزی گردان. آمین یا رب العالمین. به همین طریق حضرت صلی الله علیه و سلم تا سن 37 سالگی به زندگی مشغول بود، به تجارت ها مشغول بود، تا اینکه باری اول در سن 37 سالگی رؤیای صالحه دید. رؤیای صالحه یعنی خوابی که مثل روشنایی صبح روشن است، در ذهن در یاد آدم میماند. حضرت عادتا خواب نمیدید است، اما وقتی باری اول رؤیای صالحه را دید دیگه خودش در شگفت افتاد. کار باری دنیا دیگه در دلش سرد شد، دیگه تمام محبت از دنیا قطع کرد، دیگه دستش در یگان کار پیش نمی رفت. و من بعد حضرت خلوت اختیار کرد. خلوت در ماه شریف رمضان می رفت مدت 1 ماه در غار حرا. حاجیان میدونن این غار حرا در کجا است. بسیاری حاجیامون بیچاره را زورشون نمیرسه که به غار حرا را نرسن. حضرت 1 ماه به تنهایی در غار حرا میرفت و عبادت مشغول میشد. اگر چند طریقه عبادت نمیدونست، اما خداوند پیغمبرای خود از عبادت بت نعوذ بالله و از شرک همیشه نگه میدارد. یک طرفت العین حضرت یک بتی را قبول نداشت. وقتی در نزدش قسم به لات و عزا میخوردن چنان غضبناک میشد که حضرت هیچ وقت قدر غضبناک نمیدیدن. میگفتن چرا تو اینقدر غضبناک میشوی؟ دشنامت میتونی که غضب نمیگیری؟ آقا میگفت همین لات و عزا دو سنگ بدخاصیت یا چی هستن که شما به همیا قسم میخوری؟ آقا قسم میخوری قسم به الله بخوری، شرم نمیداری؟ مدت 3 سال حضرت رؤیای صالحه میدید، تا اینکه عاقبت الامر سال 40 عام الفیل 40
از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل امین در غار حرا در نزدش پیدا شد. واقعا روزی دوشنبه بود، شبانه، روزی دوشنبه را شبش بگیم 21 رمضان به قول اصح حساب کتاب کردن، از همه درستر شب 21 رمضان است. و همچون فلق صبح حضرت جبرئیل امین در نزدش حاضر شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقرا، بخوان. گفت ما انا بقاری، من گفت خطخوان نیستم، هیچی را نمیدونم. حضرت میگه جبرئیل آغوشم کرد، چنان زیر کرد که گمان کردم که از تمام وجودم قوت دیگه همه از بدنم ترک شده رفت. باز میگه در زمین گذاشتم، گفت اقرا، بخون. با میگه در جواب گفت من قاری نیستم، چرا بخونم؟ باز بار دیگه آغوش کرد، میگه به همون شکل چنان فشار امداد که گمان کردم آسمان و زمین به هم دیگر سایش یافتن. بار سوم وقتی گفتم ما انا بقاری، من قاری نیستم، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اول چیزی که از قرآن عظیم شان بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گشته است همین 5 آیه اولی سوره اقرا است. از بس که امروز ما اعلام کردیم که انشالله روز مولود است، الحمدلله که هر هفته ما مولود است، اما امروز از بس که ما از دیروز اعلام کرد، از هفته گذشته اعلام کرده بودیم و در مجلس مدادرم قاری شمشاد جانم شرکت داره، انشالله الحال بلندگویا که در دست قاری شمشاد جان میتم تا چند نعت در وصف حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم انشالله قرائت کنه و ما و شما حلاوت بریم. قبل از او که نعت ها را میخواند همون از سوره یوسف یک چند آیت شد، اگر طلبگارا بسیار هستند، تشنه ها زیاد هستند، انشالله خواهش میکنیم با تلاوت قرآن تبرکاً شروع میکند، بعد چند نعتی برای ما و شما میخواند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری آفاق را گردیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری صورتگری زیبای چین رو صورت یارم رو بین یا صورت کشین چونین یا ترکم صورتگری خسرو غریب است و گدا افتاده در کوی شما
شاید که از بحر خدا سوی غریبان بینگری. مرحبا ای سیدی مکگی مدنی عربی، جان و دل باد فدایت، آه چه عجب خوش لقبی. من بدل با جمال تو عجب حیرانم. الله الله چه جمال است با این بوالعجبی. حسن یوسف دم عیسایت بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند، یا محمد تو تنها داری. یا رسول الله به حاجت آمدیم نزدیک شما، آرزو داریم که بینیم یک نظر روی شما. یا رسول الله توی قاضی حاجات همه، ناامید هرگز نشود کس از سر کوی شما. یا رسول الله با وقتی هر نماز و هر دام قبله میخواهم که باشد تا ابروی شما. یا رسول الله با عبدالله انصاری نگر، یا رسول الله با عبدالله انصاری نگر. در گلستان حقیقت گشت مجنون شما. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. شهر مکه ستاره باران فرا گرفته زمین تو، شهر مکه ستاره باران فرا گرفته زمین تو. آمد امروز رضای بعثت به شانهای ختم رسول، آمد امروز رضای بعثت به شانهای ختم رسول. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. آشنای سر خدایی که بر رسولان سر آمدی، آشنای سر خدایی که بر رسولان سر آمدی. از همه بار باد عزت سپرگهت سینه دست زدی. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. آمد یک رهبری بگفت یا محمد سخی بگفت، آمد یک رهبری بگفت
یا محمد نبی بگفت فرش راحت عرش برین محبتت حبل متین فرش راحت عرش برین محبتت حبل متین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین خندت جنت آفرین یا رسول الله یا محمد یا محمد یا رسول الله یا محمد یا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بارک الله خداوند برادرم قاری شمشاده که واقعا یک محبت خاصه دارد هم به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به هم به اسلام و خاصتا به همین مسجد ما از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشد. خداوند صداش بازم شیرینتر و گواراتر و از بازم بلندتر و طنین اندازتر گرداند و خداوند توسط گذراندن جشنهای مولودی حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم محبت مونه محبت حقیقی کند. افسوس صد افسوس که حالی از محبت حقیقی فرسخ‌ها داریم. افسوس صد افسوس حالی ما نو شاگرد هستیم، قدم های اولین در این راه در این جاده میگذاریم. اون محبتی که صحابه های بزرگوار حضرت صلی الله علیه و سلم داشتند، اون محبتی که تابعین تبع تابعین داشتند، اون محبتی که قسم به خدا سرورای این ملت رهبرای این ملت در طول تاریخ بشر داشتند، از 1001 اگر خداوند به ما و شما نصیب گرداند انشالله جنتی میشیم، انشالله سرمان به آسمان میرسد. پروردگارا در این ساعت که ساعت رقت قلب هاست، در این ساعت در این مکان مقدس که خانه توست، در این ماه بزرگ با سعادت که ماه مولود حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است، همین محبت کودکانه، محبتی که نو گام میگذاریم قایم و استوار گردان. پروردگارا محبتی خود و محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم و محبت این دین بزرگ که در قلب هر کسی انداختی انشاءالله لذت ایمان چشیده است، مزه ایمان چشیده است، ما را از او به نصیب نگردان. پروردگارا امید به رحمت مغفرت داریم، مساعدت فرما که مردم مسلمان این سرزمین و مردم مسلمان تمام دنیا که بدن محمد صلی الله علیه و سلم را همیشه در مد نظر داشته باشند، خدمات شایسته و مشقت هایی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم دین مبین اسلام و کلمه حق ظاهر نموده است انجام داده است به قدرش رسند، تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که ادعا کردیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، حضرت گوید که راست میگوید صدقه، نگوید که دروغ میگوید کذب لست منی، تا از ما نیستی. پروردگارا رحمت و مغفرت خویش را بالای این مردم، بالای این سرزمین، بالای این مسجد، بالای این نمازگزاران علی الدوام نازل فرما. کردگارا به حق نور نبی، به جمال محمد عربی، به نماز و نیاز لیل و نهار، به درود صحابگان کبار، احدا سامع المناجاتی، صمدا کافی المهماتی، هیچ پوشیده است پنهان نیست، عالم و سری و الخفیاتی. هر دعایی که میکنند این بندگانی با هزار امید و آرزو دست به دعا برداشته، استجیب یا مجیب دعواتی برحمتک یا ارحم الراحمین. یک ایده از برادرها طلب دعا دارن، انشاءالله دعا را میکنیم در حقشو. برای این روزی قبول دعا هست. بعضی برادرها واقعا حق هم دارن که در حقشو دعا کنیم. در حق برادر محاجی سفر که بسیار جوان مرد محیب از دعا میکنیم که خداوند از این بیشتر زاییترش گردانه و محبت واقعی را در قلبش جای دهد.
در حق برادر ما غیرت جان که محب مسجد است، خداوند فرزنداش هم مثل خودش محب جوان مرد با غیرت بزرگ سازد. در حق برادر ما بحرالله که همراه یک شاگردش 3 روز در مسجد به کار اندرمان بود، خداوند در بدل محنت هایی که کرده است در فردوس اعلی در پهلوی کشک رسول الله صلی الله علیه و سلم براش قصرها عطا فرماید. در حق برادر ما حاجی عبدالله دعا میکنیم که خداوند سعادت دارین نصیب روزیش بگردونم. در حق جوان مردایی که برای مسجد خیر احسان کردند، از جمله یک برادر آورد $100 همیجا پرتاف وقتی ما اعلان کردیم. خیلی جوان مردا در جامعه کم هستند، حتما ما باید در حقش دعا کنیم. اگر چند بیچاره التماس میکنن که ناممون نگیرین، ذکر نکنین، اما ما دعا میکنیم، ان شاء الله دعا میکنیم، حتما باید دعا کنیم. در حق برادر ما محمدی پروردگار خیر احسانش قبول و مقبول گرداند، جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند. در حق یک عده از برادرای به عار و به ناموس محله که همیشه قایم هستند و مأموریت مسجد با عملهای خیرشان دستگیری میکنند، دعا میکنیم که خداوند هرگز خواری را نبینند، هم حیاتی که دارند همیشه سرسبز و خرم باشند. در حق بابای بیان دعا میکنیم، زوجش بیمار است، خداوند برای شفای کامل و عاجل عطا فرماید. خب در حق برادر حاجی عبادالله که برادرش بیمار است، برای طبابت به ایران برده استش، خشم به حال برادری که برادرش برای طبابت جراحی به یک مملکت دیگر میبره. این خیلی عملها در ما کم شده است، اگر فرزنداشون نبرن هیچ که آرزوی برادر نمیکنن. دعا میکنیم خداوند همین جراحی را به خوبی انجام دهد، پروردگار با سری بلند با ابرو و عزت بازگشتن به این برادرها به وطن نصیب گرداند. در حق برادر مدام احکام دین، در حق قاری محمد جان دعا میکنیم که پروردگار سعادت دارین نصیب روزیشون گردانه. یک عده برادرها مبلغی پولیشون ننوشتن، نامشون ننوشتن، من نامشون میخونم دعا میکنم، مبلغی پولیشون نه. در حق برادر مو بهادر جان، دو تا بهادرای، بهادر یک بهادر دو. در حق برادر مو فردوس جان، در حق برادر مو احمد جان، در حق نورالدین جان دعا میکنیم که خداوند خیر احساناتشون قبول و مقبول گرداند، جمیع مراد و مقصوداشون حاصل بسازد، آمین. در حق برادر ما حاجی حسن‌الدین که عزم سفری بیت المقدس دارد، دعا میکنیم که پروردگار سفرش سفری مبارک گرداند و در همون مکانی بزرگ در مسجد اقصی دعا کردن در حق مسلمان این سرزمین فراموش نکند. بعضی برادرها طلب دعا دارن، از جمله یک برادر است کولا به دست میگه همراهی برادرام نیت داریم یک مسجد میسازیم، خداوند این نیت خیرشون به خوبی انجام دهد ان شاء الله. به مجرد همین نیت الکش ثوابش گرفته است، اگه خوشو به حالش که اگر کارش به صابون میرسونه ان شاء الله کسی به خاطر خدا مسجد میسازد یا کسی در مسجد سهم گذاری میکند، این بزرگترین صدقه جاریه براش است، تا وقتی که اون مسجد است اجر ثواب براش میرسد، خوشو به حالش. و فردا روز قیامت خداوند صاحب قصر ملکا در فردوس اعلی او را میگرداند. عموما مجموعاً دعا میکنیم پروردگار در این ساعت که ساعت اجابت دعا است، دعای بندگان عاجز خویش را به درگاهت قبول و مقبول فرما. پروردگار اسلام قوت و عزت و توانایی ببخش. پروردگار این راهی حق، راهی صراط المستقیمی که امروز ما انتخاب کرده ایم و اختیار کرده ایم، نگذار که هیچ یک شیطانه، نه شیطان جینی و نه شیطان انسی ما را از این صراط مستقیم منحرف گرداند. پروردگار ملک سرزمین ما را آبادان گردان. پروردگار صلح صلاح که الحمدلله سبب قدر آبادانی است، سبب امر به معروف و نهی از منکر کردن های ما و شما است. خداوند این صلح ثبات ثابت و پایدار در این مملکت استوار نگه دار. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب